دوستان عزیز، در استودیوی هفته‌نامه تاجیکستان جمع آمدیم که بعد از جنبست آزمونی که هفته‌نامه مذکور بخشیده بر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای شعرای جوان اعلام کرده بودند جمع آمدیم و حالا بعد از این آزمون ما با شما درباره خلاصه‌ای که از این آزمون برآوردیم صحبت خواهیم کرد. اولا میخواهم تاکید کنم که این اقدام هفته‌نامه تاجیکستان نهایت اقدام فرح بخش و نهایت خوب در آینده برای رشد و نموی شعر ما منفعتناک بود. بنابر همین باز اقدام دیگری این هفته‌وار که شعرهای را که به اداره هفته‌وار وارد شده بودند از جانب بیشتر از 50 نفر از تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان، از همه ناحیه ها، از همه ولایت ها وارد شده بودند، در شکل کتاب هم به چاپ میرسانند. ما آزمون را جنبست کردیم و به بهترین ها جایهای یکم، دوم، سوم را خوب مناسب دیدیم. من حالا خواهش میکنم از عضو حکمان شاهانه سلیمانی که یکی از شاعران خوبی ما هستند و همچنین سردبیر مجله بانوان هستند، عقیده هاشون را درباره این آزمون بگویند. مرحمت شاهانه. هفته‌نامه تاجیکستان توانست یک آزمون را راه اندازی نماید که قابل قبول است و برای انکشاف دادن، برای ادامه دادن شعر تاجیک یک زمینه خوبی را راه اندازی نمودند و از آن شعرهایی که امروز در دایره این آزمون پیشنهاد شدند ما به کلی همه آنها را دیدیم، خواندیم و باور کنید که همچون یک زن، همچون یک مادر، من از این آزمون، از آن شعرهایی که جوانان تا سن 35 ساله به این آزمون شعرها را فرستادن، برای خود دنیا فرح گرفتم. در دوره شوروی ما آرزو میکردیم که در یک محفل باشیم، امکانی داشته باشیم که در اونجا اقلا دو مصرع خود را برای شنونده، برای اهل محفل قرائت کنیم. امروز روزنامه تاجیکستان توانست گروه زیادی شاعران را جمع بیارد که آینده ما میتوانیم با یک دل پر و یک امید بسیار همکلان شعر تاجیک را به دست آنها سپاریم. تشکر. دوستان عزیز، البته عضو دیگری حکمان را به شما معرفی کردن حاجت ندارد، زیرا گلنظر را همه خوب دوستداران شعر و سخن خوب میشناسند. ایشان شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی و همچنین مؤلف سرود ملی تاجیکستان هستند. بنابر همین من از دوستم گلنظر خواهش میکنم که عقیده هاشان را درباره این آزمون بیان کنند. مرحمت. من هم بسیار شاد هستم که امروز یک آزمون با اعتبار، آزمونی که در کشف ایجادکاران جوان خدمت خواهد کرد جنباز گردید و من باید بگم که همه شما خوب می‌دانید که در تاجیکستان آزمون تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی ادامه دارد که با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت محترم راه اندازی شده است و در سایه همین یا در پهلوی همین آزمون جمهوریوی تشکیل سازمان یافتن آزمون کلک سبز هفته‌نامه تاجیکستان لایق تبریک است. این آزمون با روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است و هفته آینده ما با غالبان مکافات آنها را میرسانیم. مهمش آن است که در همین آزمون بسیار نورس‌های ما، جوانهای ما از گوشه و کنارهای نزدیک دور تاجیکستان اشتراک کردند. یعنی این ادبیات زنده است، شعر زنده است، نفس میگیرد. من به سخنهای دوستان تنها علاوه کردنی هستم که در این آزمون همه برنده هستند،
همه برنده هستند. بنابر همین در پیش رویشان خب شاهراه ادبیات در آینده گشاده خواهد شد. این یک. و باعث خرسندی ما این بود که اکثر این شعرها از سعادت، از آزادگی، از سربلندی، از مهر وطن، از صلح و آسایشی که امروز در تاجیکستان هست خب صحبت میکرد. بنابر همین این مهمترین مسئله است، مخصوصا در حیات اجتماعی و سیاسی ما و البته در حیات ادبی و بدیعی ما. اینها همشون زاده های زمان استقلالیت است. بنابر همین از این جهت هم اون کتابچه‌ای که نشر می شود و شعرهایی که در روزنامه به چاپ رسیدند برای معنویت امروزی و فردای مردم تاجیک خدمت خواهد کرد. دیگر شما را به جنبست آزمون به کتابخانه ملی دعوت میکنیم. مرحبا.